آسمان مار به دست کم گرفته، چرا نمازی شوم شده به شهر هیرات. السلام علیکم، انده نباشین. خوشیر بری بولار من عباس جان. ما ماستم بیایم و دم خونه به تو کار داشتم. به من؟ نه بابا. چی گپایه؟ شکر فضل خدا، زنده باشین. کوی میخوندن خود ادامه دیگیلک. کنجا باغچه دلو ماتم گرفته، خدا آسمان مار به دست کم گرفته، چرا نمازی شوم شده به شهر هیرات. لبی بام غم ریارم غم گرفته، چرا خدا چری تو شد هیرات جان، هیرات چری تو شد هیرات جان، هیرات جان، هیرات جان. یارگی لخو همی هست تو سعودی اگنی انجری تلهی تو میلیونا ارزشتش. او پین بالاهای رم یاد دارم. ما چون چری چوب شده چکوش میزکر، همیته خلوت شده باخچه میتر، از سر ارکوبام کفترایم میپره. ما چون چری دل تنگ شده دیگه را یاد دیگه لاره دیگه را با همونه برو. شیر که در مقابل شیر جنگی که در مقابل شیر جنگی جنگ میکنی تا قطی پتی میشه، مثلا شیرها با هم میخوره، مثلا بسته میشه به زلف چیزی هم. نه همه که دل تو تنگ میشه گیلک بفهمیدم که از سرولای خارج شدی. خب بازم خیلی باشه. کجا بودی کجا میری آخه؟ من لنگام ورد تو کنده که از صبح تا حال تو رای میپالم. همیتا کاره به تو ندارم گیلک، همیتا کاره به تو دارم که از عقل و حساب تیره. ما داده خود بیاورده بیدون من به سرام که خاطر درو که به نوزباد عباس ایدی بردیم به سرا شما. انا امروز با داده من گفته که من میرم دیگه، با نانه من گفته داده تو یکه یور ببر به قلعه. انا باز انا ماستم رو به سرا برم، گفتم از یکی تا برم اینجا گفت پره رضا پیش پره رضا که بارش گیری. انا قپه سیماراغ بلا تو خواب پوشیدم، گفتم من حالا برم اینا رو بکرم تا پس برگردم برم به سرا. من به تو مقدر کار ندارم گیلک. مادر من تو رو یاد کرده مقدر به تو کار دارم. مادر من که از عقل حساب تیره. نه بابا. بیا که بریم به خونه ما بریم که من به تو کار دارم برار جو. خونه شما؟ چی کار داره مثلا؟ اونجا که بریم با میفهمی. نه بابا. اصلا این کارو که شما کردیم ما سورپرایز کردیم گیلک. سورپرایز؟ ما توقع یک ذره اصلا از شما نداشتیم بیخی. از چی بابا؟ با میفهمی دیگه، از توقع ما شما اصلا بیشتر کار کردیم. سلامت باشین، زنده باشین. توقع کینه؟ توقع رو هم میفهمی. ایت خیشا با ما خدا داده بفهمیدی که ایت بل شما به هیچ جا پیدا نمیشه. زنده باشین برو. بریم هر کس خودی شما با بلا بفتگه بفهمیدی. دختر خور به تنور میکنه جلوشو که بریم به تو کار دارم. البته رمضان من میزینی شونه میگرفتی خود نمیجم کن. یعنی به این مدت که تو خش ما شدی که برار تو دوماد مانه تا به حال غیر گیلک جو من پلوغ به جون تو بزدم. آدم ساده چیه که آدم رو بزنه؟ نه گناه دارم من. میفهم من اگه من برتکه بزنه نفری کنم مثل ماری بری پست بندازه. میفهم تو بیا از این جون خورن خیلی می. خیلی بیاندازه. بریم جلوشو بریم. ایک در گیلک ما مایم میزنم. من مثل بچه ها دیشو مانم که طور بزنم. چی میگم از اون دست من میگرفتی میگی بیا که بریم؟ چی کار دارم به تو طور کن نمیزنم تو یک دقیقه تا همسرامو بیا که بریم. چره مثلا چره؟ اونجا که رفتی با میفهمه که چی گپه. حال من به تو کار دارم نمیشه به اینجا تو بریم. آخه تو گیلم چه خوبی به گپ میفهمی. ساگ خور بسته که ساگه. بسته ساگ بروز بسته. بیا 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 بیری کن. خودمون باز بیلمید بیری کن. وای 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 همه روز شای میشد که شما خیش ما نمیشد. حالا بفهمیدی تو به خاطر چی آوردم؟ اینا می خرت پیسای که نانیم به ایدی و چیز به نزباد عباس استوندن بیاوردن به داده شما. میگم عقل کمال شما به قبرستون شه. آب و شرف ما البته از ایدی برختون. این چه کار کنم؟ من تو بگو. این سیفی آشپزخونه میشه. این به چند خریدم مادر تو؟
شما خود خو ما را یکی فکر کردیم همین که شما به گنده جولی و عبرتی تیر میکنیم ما هم به می رقمیم برده اینا رو یک کنی کشمیش و نخود و چیز خوب بدیدون خورما کوخسده نخود کورکا کشمیش های که به یک فرغون اونا همال 5 تا کارگر بگیرن نیم کیلو کشمیش پاک نمیشه اینا را از هر جا چیزا عبرت بیداده خراب پارسال برداشتیم بیارده ما نیم کیلو شکر هم بتخور نیم کیلو همه وسایل شما اینجا گذاشته دست نزدن کجا گذاشته؟ بهم تا فرغون خب برار همینا پول دادن گردن هم بند داشتیم اینا همه لکه پول خورده دیگه اینا که خوردنی هم هست نه خوردیم خوردنی ها که ما هیچی دست نزدیم ما گوشنه و تیشنین چیزی نیم که شما با ما بیارید نخود کورکا خو کشمیشا خو اینا رو انور تا ببر بیت خود شما استفاده کنیم این رخت لباسای ان که شما برفتیم بستونیم اینا رو هم با مادر خو ببریم پس پولا خو بستونیم امرته حیف شما نکرده که با ما ایدی بیاریم اصلا حیف ما به خودی شما خیش شدیم به شما دختر دادیم به برار تا دختر دادیم تشکر زنده باشین خیر بینیم زنده بشی هر کس شما به اندازی خود لیاقت میبینید برو حقیقت دته بابا مثلا این چیزا با ما نیاری میدیه که لنگوا شما رو میچکنم به چهار طرف می اومدیم ما سر کلیر تو سیکو چاره مثل که سر کلی تو از من بیتاره بارا تو کوتا ننگی مال به تعداد بریا امال تر گردن هم بند بشنیه موترشویی نمیشوره ترکو بیخی میشورم با نوبت استاد چی 3 روز بعد به تو نوبت میرسه من به یک دقیقه میشوره دی میشوره برا رات کار خود گم کده گفت تو به اینجی نبینم خیلی میبره بیای فروشیه برای در فروشیه حالی ایدم مای روزه مال مای خلاشه اشتانی دل چیلی رفیق اشتانی گیلا اشتانی جانجر دست سبکو دستم فارغ شه چیگه پایه اشتا هستی جانجر سیار هستی کجا میدیم؟ بله کجا میدیم؟ برار مادر میگویتم بیکاری برو بسات کو ولی آنه کمک رخت آوردیم مادر تو نوزباددار نیه به ایدی ببری؟ نه بیارتم نوزباددار نیه؟ نه نفتا کنه ویری شماش کدوم نوزباددار نیه؟ نه تو چی؟ نه با همه نه ها؟ کلا فروشیه؟ نه اسم تو چیه؟ بگو نه اینا ماما چیز نمیخریم ایدی بله؟ نه ماما نه بها یک لیپه به کیسا شما دفت کنیم پیدا نمیشه اینا برا نانه گفتک بیکاری دم ایده مردم نوزباددار میشه و فهمیدی بزنه بچه خب ایدی میبرن کشمیش و نخوت و دیگه چای سبز و چای سیاه دیگه شکر هم هست یک روب نیم کیلویی هم هست اینا را گفتم بسات کنی که بفشین دیگه نمه یک نه خدا حافظ سراغ نداری برو با تو کمیشنی میدم همین برفشین خود من خدا حافظ خدا حافظ گیلا چی میفروختی تاده؟ چی؟ تا فرقون چی بودم مردم چرا ما گفتن که برات تو کشمش نخود و لباس زانه و اینا میفروشه چیز من به تکشی سرا بدم سرا داده خوامدم یک بار دیدم رمزون دستم بگیری تگنه با من گفت که گیلک بیا برین تا در سرامو برفتیم به در سران یک بار برار انا گفت چیزه دیدم من بابا تا سرا گفت فرقون بگرفت بار که خونه بیارد همون چی خرت پرتایی که ما به نزبات تو ایدی نبردیم همه به تا فرقون بچین گفت برده بابا تست که گردن همه بند بشه تو را مک زبازنون که پیاز من سیری پیقش کشی چرا خو؟ گفت اینا ما رو مسخره میکنین شما اینا چیه با ما تاشخالا رای کردیم بیاوردیم خورما کوخ صدام و چی کشمیشا چیه فلان نسبت نیم کیلو شکر
انا من بیعقلی شدم معیاد مبره یک بار جغ میکردن که اینا فروشه گفتم بلکن بفروشون که بگردن نمانو تو کله گنده تو با خاک شه و تو که گفتاد که برو به دست سرای و تو که گفتاد اونا رو بر دار بیارک دوباره بابا من نمیبرم من از سرا دادی خو آمدم من می آمدم یک بار دستمت بگیریش گفتک بیا بری تا دست سرامو خودی ای رو به سرامو می آمد حالا ما چیکار کنیم اونا برفتیم دیرو بخیردیم بردیم به دست سرای اینا هیچی نگفتم بال تو بیدم فوقونه با به دست سرای کرده گفتک من نبودین دیشب خب میگفتی با نبودی دیگه دو چشم به طرف می رمضانی ایدی دارین که ما کی میاریم گفتک من نبودم خوب شد دیگه خوب کار شد حالا ما دیگه کجا چی بریم برای اینا اونا کاشخال دیگه از رو چی بیتن واسطن ببرین به مرتکه پس بفروشک ها او با من گفت بابا ساقل بفروش با تو خود کله گندی خوبه تو اینا تا دی به فروش رسوندی ها مردم جلوی ما گرفته که برات تو چی میفروشه آخه بعده میگم این لباسا خونه خو بیری که میفروشه ماشم کجا کدی فرغون حاله تشیملری چی فرغون کجا کدی تو البته سرو نرفتی نه خوب به سرا نرفتم تو بابا فرغون کوالی نوردم ها اویدم آوردم به سرایه خوب شما تو دست را نوزاد کنه برو صبر کن برو برو سلام علیک سلام علیک چی جوشتنی شکر عباس بخیری جانجوره چی که پایه برری شکر کیا هستی شکر مسپندار آوردی ها آه نگون کجی من یک گله دارم از شما بفهمیدی چی گله بابا نمزاد خویدی آورده بیدم به سرا شما بچون بار رمضان پس به دست گلک رای کرداد که اینا رو ببریم به خود خوب بریم چیزا اشغال بیاردیم ما ایدی آوردیم ما ایت چیزا نماستیم ایته اوته آخر چکار شده بود ولی هم اونا که پول لفته بود اونا مفتا آورده بودیم ما اونا اشغال ما اثر اشغال دونی جمع کردیم شما آوردیم تکو عباس اونا از آشغال هم تیر بود گیشه برار من رمضان به خونه نبود دمه که بیا مهدی ایدیو شمار بدی 100 رقم قال مغله و بکه چری به ای رقم ای کشمیشه از اینا تو نگاه کن ای رخت لباسا از اینا نگاه کن این نیم کیلو شکر از اینا نگاه کن اگه به گل روی تو نمیبود به 100 سال سیاه ما خودی شما خیشی نمیکدیم ولی شما که خیشی هم بکدیم از شما خیلی ندیدیم به این رقم هم خوب نیه حداقل هم کار میکردیم نی سیخ میشیزید نی هم کباب ولی شما برفتیم می هرچی به دست مشت شما بوده و نبوده من پیش رو شما بیاورده خرید کردیم که ما عیدی میبری عیدی هم به میبریتی شده دیگه کس هم برادر عیدی میبره خود شما کلا خوب پیش خود قضی کنی برا جو دیگه که از پول داره ما اقتصاد ما ضعیفه همین که توان بوده اونا رو بیاردیم دیگه شما نباید خار ما مشکست اونا پس به دست گلک نمیکنیم برای من آدم بی عقل سادین یا فهم اینا تفرقون که با تقلا جیغ میکشه مردم جلوی ما گرفته که برار تو با لباس زنانه و اینا میفروشه خب کبرو ما برم عیدی و عدلی میخریدیم که ما ری نمیکردیم عدلی مقبول اونا رو میدیستیم میاردیم که ما ری نمیکردیم از هر کدوم نیم سیر بخریدیم بیاردیم که ما گداییم ما که گدا نی برای جیب گدایی کار نداره میگم اقتصاد ما ضعیف بیده دیگه نیه اقتصاد ما دن نمیکردی کوکو کی به تو گفت زن که تو که وقتی ندیشتی
آخه ما زن کردم که پول جمع کنم خیلی خوشی عروسی خور کنم خود اگه نه که مجبوری یک سر پول من آوردی هم بکنی هر دیگه. چی کار کنم برای ایدی و رمضانی اینا به شما بیارم با برارم زن کردن همی شرایط داره، همی خرج مصرفار داره. پیش از این که زن میکردی فکرار همه میکردی، اول میگه خونه پر ارزن کن دیون به فکر زن خیلی کن. باشه. وقتی که توی چی ندیشتی تو زنی ما چه کار کن برو برای کار خوب برو. مالکم ماستم برو مسترا شما خوب شد تو بید من گپا خوب تو بگفتم مشکل نداره خیلی باشه هیچ گپی نیه حالا که شما گپی نیه دستبال مار نمیبینید دستبال خیلی مار براره نمیبینید گیرونی نداره برو بخیر بشی. هیچ گپی نیه مشکل نداره گیلک برو من نافهم بود شما آدم هوشیار بودم برو تو رمضان که آدم هوشیار خورداره اشکم شیر خوبی آمده به مگه اپا مفت میزنه. وقتی لباسی ایدی عدل چیز میخریدی بر میریشتی محترمانه اونا رو به خونچه میگرفتی گل میزدی میایدی که ما هم خوش میشدیم شما هم خوش میشدیم. ما که گدا نبودیم که از هر کدومی دو شیر بخریدی بریشتی میایدی. خدا میدونه این رختار برفته اکدی لیلمی بخریده بیاورده و قد سفیاش بس خونه ما. تو به خدا یا چون دست شیری پی بخریدی یا نه که ما اینا رو ایدی میاریم.